اوکراین و حامیان حقوق روزنامه‌نگاران حکم دادگاه روسیه را که خبرنگار اوکراینی رمان سوشنکو را به جاسوسی عیبدار کرد محکوم نمودند. 4 ایون دادگاه مسکو سوشنکو را با جرم جاسوسی به مدت 12 سال به زندان داروی رژیم شدید ارسال نمود. وکیل مدافع سوشنکو مارک فیگین میگوید این حکم ساخته جلوی سیاسی داشته، جانب سوشنکو بازبینی آن را درخواست خواهد کرد. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا مجازات سوشنکو را حکم رقت‌آور نامیده تاکید کرده است که ژورنالیسم جنایت نیست. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران که مرکزش در شهر نیویورک است، طلب کرد که سوشنکو رها گردد، زیرا عیبنامه او با شهادت‌های شیعی ثابت نشده است. پرزیدنت اوکراین پترو پوروشنکو ابراز داشت که مسکو بر پایه عیبنامه ساخته خبرنگار سوشنکو را از آزادی محروم کرد. حامیان حقوق خبرنگاران و کشورهای غربی نیز تاکید می‌کنند که بعد اشغال نیمجزیره کریم در سال 2014 و پشتیبانی از جدایی‌خواهان شرق اوکراین، روسیه چندین شهروند اوکراین را با عیبنامه‌های ساخته از آزادی محروم کرده است.